روز بخیر بینندگان مهربان، امروز پنجشنبه 24 آگوست است و برنامه خبری و تحلیل رادیو آزادی تقدیم شما می شود. نخست توجه کنید به نامگوی موضوعها. گروه واگنر مرگ یوگنی پریگوژین را تصدیق کرد، ولی منبع‌های رسمی تا هنوز درباره قربانی‌های سقوط هواپیمای خصوصی در ولایت تور معلومات ندادند. خلاصه موسمی نشست‌های خبری، پیشرفت نسبی در پس منظر عادت‌های پیشین و هم شکایت خبرنگاران از همکسبان خود. خسته با جای اون که سوال چند، اما وقتی دیگر را گرفتم مثل تعریف و توصیف که شما یک تا اینه مثل شما دیگر نیست. و استوره فوتبال جهانی کریستیانو رونالدو که فعلا در باشگاه نصر عربستان سعودی بازی میکند، برای شرکت در لیگ قهرمان‌های آسیا به دوشنبه میآید. در ولایت تور روسیه تحقیق سقوط هواپیمای خصوصی گروه واگنر که هنگام پرواز در خط سری مسکو سنت پترزبورگ سرنگون شد ادامه دارد. کسی از مسافران و اعضای اکیپاژ هواپیمای امبرایر 600 استحصال برزیلیا زنده نمانده است. آگنتی نظیر بخطری پروازهای روسیه روساویاتسیا ابراز داشته است که در روی خط مسافران هواپیمای سرنگون شده نام‌های رئیس گروه زرخیردی واگنر یوگنی پریگوژین و معاون او دیمیتری اوتکین هم ثبت شده است. خدمات دولت‌های اضطراری روسیه به خبرگزاری دولتی ریا نووستی اطلاع داد که در مکان سقوط هواپیما 8 جسد یافت شد، ولی نام‌های آنها را آشکار نکرد. کرمل و وزارت مدافع روسیه هم تا کنون حادثه را توضیح نداده هویت جسدها را آشکار نکرده است. ولی کانال تلگرام که زیر نظارت گروه واگنر می باشد مرگ پریگوژین را تصدیق نموده است. کانال سیره زونا پریگوژین را قهرمان نامیده افزوده است که او از دست خائنان وطن به قتل رسید. در یک گزارش دیگرش همین کانال نوشته است که پریگوژین در هواپیمای دیگری گروه واگنر بود و این هواپیما در ولایت مسکو به زمین نشسته است. خاطر نشان میکنم که این معلومات را تا حال یگان منبع دیگر تصدیق نکرده است. پریگوژین 2 ماه پیش مقابل فرماندهی بلندرتبه نظامی اسیانی کوتاه مدتی برداشته، سپس بر پایه سازش با کرمل موافقت کرده بود که همراه با زرخریدانش به بلاروس هجرت کند. چند روز پیش در یک نوار ویدیویی گفته بود که به قاره افریقا رفته آنجا برای آزادی افریقایی ها مبارزه خواهد برد. خب ببینیم که یوگنی پریگوژین کی بود و تا کجا رسید. از زندان شوروی تا رهبری یک ارتش خصوصی، یوگنی پریگوژین 62 ساله تا رسیدن به اینجا راهی دراز اما حیرت آور را پیموده است. ما در اینجا میمانیم، شهری راساو را محاصره نموده به سوی مسکو میرویم. او را همچون یک شخصی بی‌رحم و سنگدل میشناختند. بعد از فروپاشی کمونیسم و آغاز همکاری با یک شرکتی که برای کرمل غذا میرساند ثروتمند شد و با لقب آشپز پوتین مشهور گشت. اما بعد سرزدن اختلاف بین او و چندی از مقامداران حکومت پوتین، پریگوژین را خائن خواندند. آنهایی که دیده و دانسته راه خیانت را انتخاب کردند، شورش مسلحانه آماده نمودند، راه شانتاژ و اصولهای تروریستی را پیش گرفتند، ناگزیر جزا خواهند گرفت. هنوز در 20 سالگی برای دزدی و قاچاق نابالغان 9 سال زندانی شد. پس از رهایی در سال 1990 دکانی هات‌داگ گشاد و به صاحبکاری رو آورد. این آغاز کار او در راه تجارتی بزرگ بود. دیرتر طربخانه‌های با شکوه او به مکان راحت سیاستمداران و سرآمدان تاثیرگذار روسیه و رهبران گروه‌های جنایی تبدیل یافت. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه همراه با چندین رهبر کشورهای جهان بارها مهمان پریگوژین شده است. در نهایت او به کرمل راه یافت و آشپزهایش ارتش روسیه را با غذا تامین می‌کردند. و یک صاحبکار معمولی دوران ولادیمیر پوتین است. وی هم مثل دیگران یک اولیگارخ است، زیرا ثروت را طریق رابطه‌هایش با حکومت و شهرنامه‌های دولتی به دست آورد. او از داخل همین سیستم برآمده است. به زودی فعالیت او از تجارت فراتر رفت. سال 2018 پریگوژین را به مداخله در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا گناهکار کردند. 5 سال پیش او آژانسی تحقیقاتی اینترنتی معروف با نام فابریکه ترول‌های روسیه را تأسیس داد که کارمندانش طریق صفحه‌های قلبکی در شبکه‌های اجتماعی سیاست روسیه را تبلیغ کرده بر رقیبان مسکو حمله و خبرهای بردروغ پهن می‌کردند. سال 2015 وقتی روسیه به جنگ سوریه دخالت کرد، پریگوژین گروه زرخریدان واگنر را تأسیس داد.
مزدوران مسلحی آن در تمام آفریقا جایگیر کرده شده در نبردهای سودان تا آفریقای مرکزی دخالت کردند. یک هدف آنها گرفتن فایده از استخراج طلا و معدن‌های دیگر این منطقه بوده است. گزارش‌ها درباره جنایت‌های وحشیانه زرخریدان واگنر در آفریقا، سوریه و هم بیرحمی‌های این گروه در زد و خوردهای اوکراین زیاد است. بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین، واگنر با جلب زندانیان وارد کارزار شد. یوگنی پریگوژین، جانبدار سرسخت این جنگ، با وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو و گنرال والری گراسیموف در اختلاف شد و به تنقید و تحقیر آنها سر کرد. به ما لوازمات جنگی نمی رسد. شویگو، گراسیموف، کجا است وسایل جنگی؟ اینها بچه‌های واگنر هستند که امروز کشته شدند. خون آنها هنوز تازه است. کشاکش با شویگو و گراسیموف در نهایت با آشوب نافرجام پریگوژین پایان یافت. 23 ایون مزدوران این گروه برای چند ساعت شهر رستوف لب دون را اشغال کرده به طرف مسکو روانه شدند. روسیه در راستای جنگ شهروندی قرار گرفت، ولی به زودی پریگوژین راضی شد از راهش برگردد. سببش معلوم نیست. او با نیروهایش به بلاروس رفت. یک ماه بعد پریگوژین در نشست روسیه و آفریقا در سنت پترزبورگ شرکت کرد. روز 21 آگوست او اولین بار بعد آشوب مسلحانه در نوار سخنرانی کرد. چفکا واگنر فعالیت اکتشاف جستجویی می‌گذراند. روسیه را در جهان باز هم بزرگتر و آفریقا را آزادتر می‌کند. در نوار اشاره می‌شد که گویا او در آفریقا است، اما این خبر تصدیق نشد و شبهه و تخمین‌ها درباره مکان بود و باش پریگوژین بیشتر گشت. 2 روز پس این تصویرها رسانه‌ای شدند که دیده می شود هواپیمای در روسیه سقوط می کند. ظاهراً با همین کاریری آلوده با خون آشپز پوتین به آخر رسید. برنامه اخبار آزادی را از تاجیکستان پی میگیریم. نشست‌های خبری وزارت و اداره‌های دولتی که 26 ایول آغاز گردیده بودند، هفته گذشته به انجام رسیدند. بعضی خبرنگاران میگویند نظر به یک سال قبل پیشروی‌های در شیوه برگزاری نشست‌ها به نظر می‌رسید، ولی در مقایسه با 10 سال پیش همان محدودیت‌های زیادی را دیدن ممکن بود. برای صوفی و علیشیر ظریفی که به واسطه در اکثر نشست‌های مطبوعاتی شرکت داشتند، این گزارش را تهیه نمودند. کمی پیشرفت در پسمنظر عادت‌های پیشینه. اکثر خبرنگارانی که در موسم نو نشست‌های مطبوعاتی نهادهای دولتی شرکت کردند، بعضی دیگرگونی‌ها را به مشاهده گرفتند. نشست‌های امساله در مقایسه با نشست‌های 6 ماه پیش و 1 سال پیشتر نسبتاً بهتر بود. از کدام جهت؟ یکم معلوم بود که یکم اینکه راهبرای اول شرکت میکردن، دوم اینکه معلوم بود که آنها آمادگی میدیدن، سوم اینکه هرچند که پاسخهای عمومی به سوالها بود ولی به هر صورت پاسخ بود، ولی در برابر این بودند نهادهایی که به سوالها خیلی عمومی و خیلی کوتاه پاسخ میدادند. مذهب جمعه خبرنگار آزیا پلوس میگوید چند نهاد کلیدی که در گذشته به سوالها پاسخ دقیق نمیدادند، این بار توانستند جوابهای روشن و مشخص دهند. دیده شد که مخصوصا در نشست دادستانی کل بسیار آزاد و بسیار مشخصاً به همه سوالات پاسخ پیشنهاد کرده شد. همچنین همین حالت در نشست سودی عالی هم دادگاه عالی هم بود که به همه سوالایی که پیشنهاد کرده شد پاسخ مشخص گرانده شد و به سوالهایی که جناب رئیس پاسخش روی دست نداشت که امور روی دست نداشت، حتما به کاتب مطبوعاتیش دستور میداد که معلومات مشخص پیشنهاد کنند. خبرنگاران حدس میزنند که تا اندازه بهتر شدن نشست‌های خبری به مراجعت جامعه ژورنالیستی تاجیکستان ربط دارد. پیش از آغاز موسم 6 سازمان روزنامه‌نگاری از دستگاه اجرایی پرزیدنت و دادستانی کل خواستند نظارت بر نشست‌ها را پرزور کنند، زیرا آنها نه تنها قالبی شدند بلکه ماهیت خود را نیز از دست دادند. با فرق از بهبودهای اندک، خبرنگاران در منطقه‌ها شکایت دارند که شیوه برگزاری نشست‌های خبری بدتر شده است. همچنین چندین سال است که مقامات دادگاه ولایت سوخت، ریاست وزارت کارهای داخله
نمایندگی دادستانی حربی اداره برق ولایت از برگزاری پریس کانفرنسی و یعنی نشست‌های خبری دست کشیدند. این نکته در نشست خبری رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت هم بررسی گردید و برگزار نکردن نشست‌های خبری را او تنقید کرد. احمدزاده به مسئولین اداره و کارخانه گفت که ولایت سوخت خیلی کلان است و فهمیدن مشکلات مردم توسط روزنامه‌نگاران به منفعت کار خواهد بود. از برگزار نشدن نشست‌های خبری چند نهاد کلیدی در منطقه کلوب نیز خبرنگاران شکایت می‌کنند، اما چیزی دیگری که باعث نگرانی برخی آنها شده است به جای سوال تعریف و توصیف صدا می‌دهد. ما عیب در همکسبان میگیریم، با عزت نفسی مثال اونو نمیرسم، نامشون نمیگیریم. در ما همه چیز پوشیده نیست. یک شاید بگذار باشد لگنبرداری باشد، بگیم همین خیلی تقلب کاری باشد، چیزی باشد که یا خود شیرین کنی باشد، خودشون چی میکنن و هر چیزی که هست از ما چیزی که وای موافقت نشست برای تعریف توصیف نیست. بعد همون خسته با جای اون که سوال چند اما وقتی دیگر را گرفتم مثال تعریف و توصیف که شما یک تا اینه مثل شما دیگر نیست. ضیافت‌های خرد یا هدیه‌ها در نشست‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده بود. برخی دعوت می‌کردند که باید خبرنگاران از مهمانداری مقامات در نشست‌های خبری استفاده نکنند. از تقدیم شدن مغز و عسل یا لفافه‌ها نیز کنایه‌های صدا داد. برگزاری نشست‌های خبری تشبث پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بود که 18 سال پیش شروع شد و فضای اطلاعاتی را رنگین‌تر کرد. در آغاز وزارت و اداره‌ها هر 3 ماه نشست خبری برگزار می‌کردند. از سال 2011 نشست‌ها یک بار در نیم سال برگزار می‌شود. برنامه را ادامه میدیم. کریستیانو رونالدو به تاجیکستان میآید. این استوره معروف فوتبال در چارچوب بازی‌های لیگ قهرمان‌های آسیا با دسته استقلال دوشنبه بازی خواهد کرد. میرزا نبی خالقزاد در این باره میگوید. دسته استقلال دوشنبه طبق قرعه کشی لیگ قهرمان‌های AFC که امروز 24 آگوست در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور مالایزیا دایر گردید، در یک گروه با باشگاه نصر کریستیانو رونالدو بازی می‌کند. به اطلاع سامانه رسمی باشگاه فوتبال استقلال، قهرمان تاجیکستان در گروهی با دسته‌های پرسپولیس ایران، دوحیل قطر و نصر عربستان سعودی رقابت خواهد کرد. ضمناً در هیئت باشگاه نصر کاپیتان منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو هنرنمایی می‌کند. استقلال بازی نخستینش را در مرحله گروه لیگ قهرمان‌های AFC 2023-2024 مقابل دوحیل قطر انجام می‌دهد. این بازی 18 سپتامبر امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می‌شود. باید گفت از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC 2023-2024 غالبان 5 گروه در یک منطقه اینچنین 3 دسته نشان دهنده‌هایشان خوبتر جایهای دومی گروه‌ها در یک منطقه در مجموع 16 دسته به 8 فینال راه پیدا می‌کنند. و یک خبر بینو به صنعت‌های گمرکی تجهیزات تحریم شده به روسیه طریق کشورهای مثل تاجیکستان، عربستان سعودی، ترکیه، چین و قرقیزستان راه یافتند. آژانس ریترز در یک گزارش تحقیقی معلوم کرده است که با وجود جاری شدن تحریم، شرکت‌های روسیه از ماه می تا ایون امسال به مبلغ 1.2 میلیارد دلار قسم‌های احتیاطی از جمله دستگاه‌های شرکتی نورثروپ گرامن، دستگاه قهوه‌پزی، گوشی‌های مخصوص تلفن برای رهبران هواپیما را خریداری کردند. بنا به خلاصه گزارش، شرکت هواپیمایی اورالسکی آویالینیا از زمان آغاز حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین بیش از 20 نوع تجهیزات استحصال آمریکا را به مسکو وارد نموده است. معلوم نیست که شرکت روسی این محصولات را چگونه خریداری کرده است. رسیدیم به فرجام برنامه. تشکر که تا این لحظه ها ما رو همراهی کردید. خبرهای بیشتر را با عکس و ویدیو می توانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در توییتر، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. تشکر که همیشه با ما هستید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.